سلام عرض میکنم خدمت رفیقام، دوستام، عزیزای دلم که منو دارن نگاه میکنن از این تصویر و قاب خوشگلی که نگاه شما پشتشه کنار رفیقای بچه‌ها. سلام میکنی؟ سلام. کنار رفیقامون قرار بازی شیر مرغ انجام بدیم. تا حالا شنیدین شیر مرغ و جون آدمیزاد؟ بله. بریم که داشته باشیم. دست بزنیم افتخار کنیم. دنبال تو یه عمریه آقا بس بزنیم وقت من در به در شهر تو همه کو بکو من اینو بگم بعد بخونیم. به نفر اول 10 میلیون بچه رایج مملکت. امشب دل من خدا پشت سر من همه جا بد نگو بد نگو بد نگو 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 نتونه شهر تو مشقبه. آقا بریم دیگه، حسن رفت. در بازی دور همی شیر مرغ همه بازیکنان تلاش میکنند تا عجیب ترین چیزها را و عجیب ترین مشتری ها بفروشند تا در پایان عنوان بهترین فروشنده را به دست آورند. در این بازی 170 کلمه کارت بازی را بر بزنید و به هر بازیکن 6 کارت بدهید. بازیکنی که به تازگی چیزی خریده اولین مشتری است و بازی را آغاز میکند. هر دور از بازی به این شکل انجام میشود که بازیکن آغاز کننده یکی از 30 کارت مشتری را وسط کشیده و بعد از خواندن آن برای همه رو به جلوی خودش قرار می‌دهد. بازیکنان دیگر با 2 کارت از کارت‌هایی که در دست دارند یک ترکیب 2 کلمه‌ای جهت فروش به مشتری بسازند و آن را رو به پشت جلوی خود قرار دهند. در جهت عقربه‌های ساعت بازی شروع می‌شود. هر بازیکن 1 دقیقه فرصت دارد تا ترکیب خود را برای مشتری معرفی و تبلیغ کند. بعد از اینکه تمام بازیکنان ترکیب خود را معرفی کردند، مشتری یکی از ترکیب آنها را انتخاب کرده و کارت نقش خود را به عنوان جایزه به صاحب محصول می‌دهد. تمام کارت‌های بازی شده را در این نوبت بسوزانید و بعد هر بازیکن دست خود را تا 6 کارت پر کند. بازیکن سمت چپ مشتری قبلی مشتری جدید می شود و دور جدید بازی را شروع می کند. زمانی که تمام بازیکنان حداقل 1 بار مشتری شده باشند، بازی رو به پایان و بازیکنی که بیشترین کارت مشتری را جمع کرده باشد برنده بازی می شود. در صورت تساوی 1 دست دیگر بازی کنید. بازی بر این اساسی ما 6 تا کارت داریم، 2 تا رو با هم دیگه جمع میکنیم، 2 کلمه رو حرفای قشنگ میزنیم. از ساعت گرده از همین ور شروع میشه. با پریا خانوم بازی کنیم. چیه جلوشون؟ پریا خانوم کارتتون رو کنین لطفا. بچه‌ها لطفا کارتاتون اینطوری برعکس بذارین تا نوبتتون بشه برگردون. ممنون میشم. کارتای بازیتون هم تو دستتون باشه، کارت کلمتون رو میز نباشه. مرسی مرسی متشکرم. غریق نجات کارت خرید بود؟ نه مشتری کارت مشتری. بفهم. زمان برفو باید بسنجی. چشم. بفهم. زمان برف. ببین غریق نجات نیاز به چی داره؟ به یه گوش شنوا داره که وقتی یکی داره غرق میشه داد و بیداد میکنه صدای یارو بتونه بشنوه. بعد یه دونه عکس میتونی غریق نجات ساحل باشه یه عکاس بذاری اونجا، عکس ساحلی هم اونایی که میخوان غرقشن قبل اینکه بمیرن بگیری، یه کاسبی هم کنی قبل مرگشون. بگو. شیشه. نه اونطوری نه. بگو جواب چه ربطی داشته؟ چرا ربطی داره؟ 2 تا کلمه رو با هم یکی کنه. نه جدا کرد دیگه. حالا اینطوری کرد. بفرمایید شما بفرمایید. شما غریق نجات یه عینک لازم داری و یه دونه دوش. ببین غریق نجات وقتی رسیدش انقدر موج دریا اینا زیاد بود خسته شد استفراغ کرد. هم تلفن نیازشون میشه، هم تلفن نیازش میشه که به عشقش زنگ بزنم. مرسی. اون 2 تا رو هم بدیم من. فرمایید جان بفرمایید. شما به نظر من هنگام کار به موسیقی احتیاج داری. با انرژی برو، هر کی که دوست نداری و نجات ندو ازا غرق شه. بله مرسی بدیم. نمیشه ربطی نداره. نه بعدا تو ادیت در میاریم. درست قشنگ گوش کن ببین چی میگم. یه چسب بهت میدم این برای تویو بده اگه پنچر شد. غریق نجاتی که با تویوب داره میچرخه. اینجا من شنا بلد نیست خودش. بالاخره یه جایی باید با تویو بره داخل آب. درست.
این شلاق هم بهت سمت میدم، هر شغلی کی ما برد غرق زیر شد سوال. 2 تا شلاق بهش میزنی دیگه سمت آب نمیره. دیگه اون مرده، من از من چرا بخوره؟ بد اخلاقی چه ربطی داره؟ شلاق چسب. غریق نجات به خاطر که بتونه نجات بده، ریلکس کنه، یا آدامس بخواد. اگه آنقال نکرد توف میکنه بیرون آدامسو. خب یه غریق نجات شما، من بهتون سکوت میدم که اگر کسی نیاز به چیز داشت، یعنی سر و صدا بود یه جایی که نیاز به کمک داشت، شما بشنوید. یا من بهت دستکش میدم که اگه کسی خواست خفه شه دستو بذاری تو دهنش بسته نشه. اومد واسه تشنج راجع به غریق نجات که کی فهمید چی گفت؟ اگه لطفا کامنت بذارید. بگم خواهش یه می‌کنم بار کامنت دیگه بذارید. بگم سکوت که اگر کسی داشت خفه میشد بشنوه، دستکش هم که حالا اگه هیچ دیگه ای نداشتم بعدا اون آیا بهتر بود. ادیتور بعدا اولش صدا رو گذاری کنید من صحبت کنم. خواهش کردم کامنت بذارید کی فهمید مایده چی گفت. ببینید شما غریق نجات همینجوری نمیتونی کلا شنا کنی که در روز یه قایق میخوای که تو قایق بشینی، شاید غریق نجات یه موزم برده یه موز بخوری تا این چه زوم بگیری داخل قایق. به نظرم غریق نجات یه وسایلی داره که مثل مایو، مثل نمیدونم لباس و سوت و عینک و لوازم شنا که نیاز به یه جعبه داره که اینا رو توش بذاره. من احساس میکنم یه اختراع خوبی میتونه آدم واسه غریق نجاتا داشته باشه، مثل یه بال که بتونن پرواز کنن دیگه همه رو شنا نکنن، برن بالا سر کسی که داره غرق میشه. استخ باشه میخوره به سر. یه جعبه میدم وسایل تو بذاری، یه دونم بال دیگه گفتم بال بهت میدم که پرواز کنی. بال کبابی بال نه. جعبه باش که تو ورده بریم. جان این تاله شنیدی یکی بگه جعبه باش که تو ورده بریم. نه جعبه جعبه رو عزیز دل من کسی که غریق نجات تو کمک‌های سکو وایساده اولیه. بغلشه. به تو چه ربطی داره؟ میخواد جعبه بفروشه بهش. چرا همه منو دارن دیس میگن شما گفتی من جعبه خوبه. شما ساب گیم نت نباید بلد باشی. تنها جمله‌ای که باش خندیدم، واقعا خندم گرفت، همین آدامس و توف بود. آدامس و توف بود. شکر دایی. شانس. گفت آدامست مرتضی. شانس ما. ممنونم خواهر. اونو بدیم بهش. بله. خیلی ممنونم. خب کارت خرید پرستو نینجاه. با کدوم دوری باید صحبت کنم؟ نینجاه. بچه‌ها باید کلمه دو تا کارت کلمتون رو بهشون قالب کنین بر اساس نینجا. بفرمایید ایمان امین جان. ببین نینجا چی نیاز داره؟ یه سلاح نیاز داره. من اولین چیزی که می‌بینم یه تفنگه. یه دونه برچسب گروگانگیری کنید دهنش با چسب بزنید به من. کاربردی. فردا بهش فکر می‌کنم. چی نداشتم نون داشتم نینجا ما بینا خب شما میخوای از دیوار مردم بری بالا یه قلاب احتیاج داری، یه وقتایی هم بخوای یه جایی بری به عصا ممکنه احتیاج داشته باشی. قلاب نینجا سمبل متالی دیگه. آره باش سفیده دیگه اینا. بله بله. خب نینجا، ببین میگم وقتی داریم نینجا بازی میکنیم حواست باشه رو زباله ها نریم. تاثیر شیشه روانی ببخشید میتونم داشته باشم. عالی بود وقتی نینجا بازی میکنی رو زباله ها نری. قشنگ بود. بعد مگه دارم اینجا به چی احتیاج داره؟ دنبال چی میره اصلا؟ دنبال انتقام. یه انتقام سخت. تخت. به این انتقام. وقتی گفت یه انتقامه یاد معلم ریاضی مفتادم. سواله رو میپرسی با همین فیلم میگه ما بلدیم. ما بلد بودیم چرا اومده بودیم درس بخونیم. ولی انتخاب تخت. انتقام. یعنی رو تخت میخوابه به انتقام فکر میکنه. اینم میشه یه انتقام تخت بگیره. تخت نداشتیم ما. خیال تخت بود اون انتقام تخت نداشتیم. به نظر اول میشه این شما. کاش میتونستم اصلا سوالی مطرح نکنم چون واقعا اصلا من این نمیدونم چی. یه سکه بردار بده بعدی. یه صابون بهت میدم قبل نبرد. قبل نبرد. چرب کنه. سلاحش. وقتی هم که میری نبرد میای خب بالاخره یه ذره عرق میکنی و فلان. یه شامپو بهش بده. عطرم بهت میدم که با خود ببری برای نبرد. صابون و عطر رو یه جور قالب کرد. واقعا خوشم اومد. به نینجا میگه که
میری تو نبرد بدو میکنه عطر میخواد چا قبلش یه تیغ میزنه اونجا که دیگه تو نبرد بدو اینا میره و دیگه بوی بد نگیره خود نینجا میدونن دیگه ترتمیز میکنه توجه کردی چی شد از اون برم ریش بو میده ریش مگه عرق میکنه یه مثال بود مثلا عطر داد من میگم آقا باید آدم اصولی بهداشتی بره نبرد این مال صدا سیما ریشو داره میگه کارات تکواندو کار میکردم میزدم آقل ماقلو میزدم به خاطر که بوی بد نگیرم دوم چی میخواد آها شما تا کی میخوای فن و فنون بزنی یه جا فنات تموم میشه یه جا باید گاز بگیری حریفو توجه کردی چی شد با گاز از خود دفاع میکنی خدمت شما توف داشتی تو اومد رو برام کف کرد من یه شعله بهت میدم که اگه جای گیر کردی روشنش کنی یه کاری هم نکن پشیمون شی بعدن من نبرد برگشتی خمیازه بعد خمیازه آره یه جنگ بعد قبل این دیگه اسکرین شات بود مرتضی قبل فیلم برداری دیدم صبحونه داشتید می‌خورید زهر نمیشه به پنیر بی پنیرم بهتون میدم ببرید خونه با خودتون خمیازه و پنیر برای نبردش اونم بعدش برگشت همه راجع به نبردای شما گفتن نظر بنده اینه که شما وقتی میری خونه مهمترین اتفاق چه یه استراحت خوبه شما کی میتونین استراحت کنین زمانی که شما چایی یه لباس سیر خوب داشته باشین که بتونین لباس نینجا رو در بیارین استراحت کنین حالا لباس سیر چی باشه خوبه راه این خشای مصطفی میشه نینجا من لباسی جان بفرمایید خب همه از قبل نبرد گفتن بهت وسیله دادن به جز آقا حامد من ادامه حرف آقا حامد رو میرم بعد از اینکه لباس زیر راه تو پوشیدی یه توالت برو بعدش هم حتما خود با آب بشور با خاک نمیشد که با آب میشد نه اینجا آبشو قطع اینجا با آب سودا میشوره از که من هر چند دقیقه باز برم سرویس به نظر مال تو خیلی خوب میخواستم بگم این همه چه رمزی به نینجا آب توالت این همه تفنگ داد ما دیگه. با آب توالت فروختی داد آقا پرستار کلمه‌ای که جلوی امینه باید 2 کلمه بهش بفروشیم دیگه بفرمایید خانم مبینا من میگم که شما شیف وای میسی خسته میشی یه تنبک ببر که بعدش بتونی بس خودت بزنی برقصی یه صابونم ببر قبل اینکه کاراتو انجام میدی دستتو بشوری حالا بیمارستان جای تنبک زدن مگه تزریقاتی خواهشان نخر آسایش بیمارا بالاخره بفرمایید ببین پرستار شما بعد اینکه کار تموم شه متکا لازم داری که اونجا خستگی تو در کنی بگی راحت بخواب روش فکر میکنه متکا تو به نظر من شما به یه تخت احتیاج داری که اونجا خسته شدی بری توی اتاق بخوابی تخت داره بعدش هم راحت خودتو تخلیه کنی با باد معده باد معده گزینه قشنگ عاشق این گزینه آره واقعا. 2 تا از هم یک کارت نداری احتمالا همین انتخاب کنی شما آره اینو من دوست داشتم اصلا رو تخت بفرمایید همین بادو میشه دیگه بادو به نظر متوجهی من تو نیاز به یه قلاب داری این اصلا تو چیزت نوشته الان بهش میگم تالش آره چون تو پرستاری دیگه خسته میشی دیگه بشین یه خدا قلاب آویزگان دستت به قلاب. باشه نه یه قلاب دستت باشه یه زباله رو اونجوری برداری از این ور بذاری تو آشغالی نه بذار اون جلوت پاس بده هیچی خدماتی نداشتم مجبور اینو برم حتی یه چیزی ردش کنم پرستار به نظر من یه بوسه میخوای بچه به دنیا میاد پیشونیشو ببوسی پرستار دکتر به دنیا میاره نه بچه‌ها دیگه پرستار اصلا کنار نمیذارم من نهایتا بیام بیرون بگم بچه سالم مال پرستاری بذار مکانیکی بده بهش آقا میخوای پرستار باشی یا نه یه بوسه میخوای که اصلا نگاه یه جوری شدم یه شادی هم میخوای که با مادر بچه تقسیم کنی خودت بیشتر نیاز داشتی یا یه جوری اینو بده من من پدر بچه‌م که بوسه رو با مادر بچه آره دیگه شادی تو هم. شکل نمیخوای انام نمیخوای مشتی خب پدر بچه اینجا چیکاره است نه پرستار انام میگیره تو بوسه رو به بچه پدر بچه پیچیده رفته تو اون شرایط رفته توجه نکرد چه سینریز داره میخره ولی شما شادی و بوسه رو میتونی تقسیم کنی شادی و بوسه روش فکر کن آقا
یا تخت و بادمه برای تو داستان چیز نمیشه. چرا؟ میشه؟ بله همه میشه. همه نیاز دارن، حتی پرستاره به این گزینه. بفهم. به نظرم شما به دستکش نیاز داری و سکوت. شما که به همه سکوت این دارید. سکوته تو همه چی تو قایق نجاتی به درد میخوره. نه، همه جا واقعا من چاشم. سکوته چیز هست اینجا میکنم. به نظرم شما بعد شیفتت یه بطری نیاز داری. حالا محتویاتشو نمیگم. آخ این بطریه با این بادمه میافتاد هم این بود. آره. یا این بادمه در سکوت. اینم بعد بشینی یاد اکست بیافتی خونگریه کنی. تو بطری خونگریه. ببین تو نه تو بطری بیمارستان خونگریه نمی‌کنی. ببینید شما پرستارین. پرستارا معمولا قبل از اینکه دکتر بیاد باید ضد عفونی کنن. ما قبلا برگردیم به زبانهای قدیم، ببین الان دیگه خب انرژی داره هدر میره دیگه. اگه برگردیم به زبانهای قدیم با شعله می اومدن ضد عفونی میکردن سوزنا رو، آمپولا رو. جدا؟ بله با شعله گاز. طلایی. حالا ما اومدیم ضد عفونی کردیم، یه دفعه مریض اومده نیاز به آندوسکوپی داره، کولونوسکوپی داره. شما یه شیلنگ میخوایی بررسی کنیم مریض ببینیم. آقا بعد اون البته. چیز میکشه. آقا این شیلنگ کولره دیگه. شیلنگ نه عادیه باید از این یکی چای آبیاری باغ. خفه شو. شما الان که متقا رو داری، تختم داری، نه دیگه به اونا نظر من بخوای بخوابی سردت میشه. نیاز داری که یه ملافه رو خودت بکشی. اونجا هست. پیازه واسه هر خونه نیازه. نه تو پاچت من بهترین گزینه رو نمیتونم پرستار. بفرمایید از شما. اونجایی که پرستاری بعد شیفته تو باید یه دوش بگیری، بعد خودتو از تمام بیماری‌ها پاک کنی. نه اون پاک کنه مداد پاک کنه. پاک کنه دوشه. پرستار کدومو دوست داری؟ من بین این بادمه گیر کردم. خیلی اینو دوست داشتم. با این بطریه که خونگریه کنم بعدش. کلا پس کثافتی. بطری رو بردار ببر بادم. من همه احساسی جمله رفتم. این بطریه رو میتونم بادمه پر کنم. نه دیگه نه. خیلی دلت پره. نمیشه. من این بادمه رو برمی‌دارم. من میگم شما که دلغکی یه تور خنده‌دار بذار بریم شما همگی لذت ببرید. باریکلا. این نه، اول داری میشه، می‌فروشی. مطمئنم اول یعنی دلغک بازی واسه شما در بیاره این حرف قشنگی نبود. شما که دلغکی یه توره با صفا بذار بریم من فکر کنم قبول نکن. حالا بریم بعدی. من به شما یه نوار کاست سفید میدم که شاید به کارت بیاد. من به شما یه دماغ خوشگل میدم که جای اون دماغ قرمزت بذاره. اونم قرمز آمونتا انقدر یه ذره بزرگتره. خب اصلا هم از این موضوع خجالت نکش. یک دنیا من به شما یه ساعت میدم که حواست باشه ساعت چند میخوام یه تور برگزار کنید تو شما. دست در نه یه دونم راز بهت میدم. که چیکار کنم؟ دلغک بودن واسه یه راز تو سینه خودت نگردم. همه دارن میبینن چرا؟ تو وظیفه داری مردم رو بخندونی. باشه بده حالا وقتمونو نگیش. من یه عروسک بهت میدم دلغکی لازمت میشه با یه رنگ سیاه که خوب شبیه دلغک رو کنی. من یه کیف بهت میدم. وسیله‌ای که میپوشید و موقع کار. یه سوت هم میدم که با سوت ورود بزنید تو صحنه. خیلی لازمتون میشه. خواهش کنم. ببین یه دلغک وقتی وارد سیرک میشه خب با پای خودش میاد. چقدر باحاله که یه چتر بهش بدیم وسط اجرا از آسمون ورود بزنه وسط سن. برعکس میشه میفته دیگه. بارون گرفته من. نه چتر بالا نجات نیست. آقا جان نجات. آقا آقا چرا شما دخالت کنید؟ مبینا خانم باید گوش بده آقا. به شما فروختم نظر بدید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. به نظر بنده حقیر به عنوان یک بیننده اگه یه دلغک از آسمون با چتر بیاد وسط چه لذتی داره واسه بالون بیننده. نیست، اون بالونه. بلیتی میفروشه. درسته؟ این سالن بسته. تو حالا سیرک اصلا دیگه تو سیرک تو دیگه. بله. سیرک هستین. شما یه دلغکی لامپ هم باید- فکر کن رو ما سرش نمی‌دونیم. وصله. لامپ هم نور تو الان نور.
این کجاست چراغش این سیرکه؟ روشنه با چت بیاد وسط سیر مبینا عقاب. بعد این نوره همه جا داره روشن بعد خلیل ورود آقا میزنه می‌شینه. فکریشو بکن بچه نظراتون رو تو کامنت میبینم. بفهم چه نخریه آقا این چه دلغک. دیسی میشه حامد تبریزی نمیزنه اصلا من حرف بزنم چه نخریه این وای مبینا. خدای من. باشه طلا باشه دوست داری؟ حالا چه دلغکی اگه که بخوام. طلا دوست نداشته باشه. من بهت علنگو میدم. یه جورابم میدم که اگه تنگ بود بتونی درش بیاری. این دلغک بازیه چیه خانم؟ ببین از آقای حامد به این ور یه کامنت خوندن داره. تخمه بگیریم بشین. نه شما خوبیون بگو پرستو. نمیدونم چی گفت تور شما. من بهت یه دونه میز میدم از این میز پشمالوها که توش بتونی این وسیله هایی هست خرگوش در میارن. اون واسه کلاه سیب. بود البته. حالا این میز پشمالوشونه. من اون میز پشمالو رو زنده میخوام. من اون واقعا باور من اون میز پشمالو رو زنده میخوام. من میز پشمالو ببین دلغک‌ها از سر کار که برمیگردن اون دماغ رو میذارن اینجا اون پر میشه دیگه دماغشون چون باعث میشه خشکی پر میشه. نه من یه پر پیشنهاد میشه با میدم پرت با چی پر میشه همون دیگه پر میشه مخاطش پر میشه. من یه پیشنهاد میدم اومدی خونه اون دماغ رو خیلی کنی بمالی به 11 تا شد کامنت های من. چه بی خب خانم حق انتظار داریم. خودت بگو. ببین قشنگ‌ترین چیز چی بود به خیلی گم به ما این که نداریم خنده دارتنش مال امین بود کجاش خنده دار بودیم؟ دیگه. خب خنده ولی آقا حامد خیلی انرژی گذاشتن رویا پردازی کردن راجع به سیک. من مال آقا حامد رو انتخاب آقا کی؟ می‌کنم. ما من نمیتونیم بمانی به فرش آقا حامد چی کار کرد؟ مرسی نه حالا ولی بیش شوخی دارم. دیدیم به من بله بله. مرسی دلغک این بود. بله، مرسی بله. مرسی. اجازه فکر کردم راجع به یه تیکه دماغ. من یه صحبت کنم. نوبت سالا رو که بهش ما کلمه قالب کنیم با فرنوش شروع کنیم بفرم خشمون خب شما خوناشامی درسته؟ من یه شلاق بهت میدم که هر کی خواستی تنبیه کنی. بکاره آقا بکاره خدایی به کاره دیگه واسه خوناشام. بعدش هم که خونا رو آشامیدی آروغ بزنی. تو خون آشامی. ببین موقعی که خون پیدا نمی‌کنی آدم پیدا نمی‌کنی یه تیکه استخون بهت میدم. سگه مگه خوناشام. بالاخره خون آشامه دیگه. رو استخونم بالاخره یه تیکه خون پیدا میشه که ببین گاز بزنی صفا کنی. الان پارس کنم. سالا جون من به شما یه عرق کاسی میدم آروم بشی خوناشان برای چی میکنی؟ گلگام زمونه. عرق کاسی خواستی هم برای چربی خون خیلی چربی میاره. خون میخوری کلسترول میره بالا. بعدش اینه که میخوای بزنی ممکنه مثلا شما قاشق نداشته باشی هم بزنی یه انگوش بدونم باشه هم بزنی بعدی میرسه به من دیگه به حضرتم. این چی بود گفتی مرتضی؟ باز انگشت میدادی میخورد. نگفتم دیگه انگشت میخورد عرق انگشت اگه خون میکشید. پیدا نکردی کله پاچه بخور. بعدش هم یه دوش بگیر. خوناشام دوشم باید. کله پاچه بکنم. با معده پر هموم نمیره. اشکال نه. بعد کتاب میخوندی. بعدش تو بعضی موقع شاید زورت نرسه کسی رو که داری میگیری خونشو بمکی شمشیر بهت میدم بزن قطع کنی بعد شمشیر دوباره بذار تو دیوار بفروش انعقاد خون برو خون بگیری. اون شمشیر چنده؟ ببین خوناشام من فیلم هایی که دیدم اکثرا اینطوری زامبی طوری هن دیگه میرن گردن طرفو گاز میگیرن. شبیه من که نیست. نه شما خیلی آدم خفنی هست. حالا من اول میخوام انرژی بیارم بالا تا های بشی خیلی خفن بشی یه انرژی خوبی داشته باشی. بعد من داداش روانشناس و روانپزشک نیستم. خوناشامی نکن رفیق چیز قشنگی نیست. بیا گیاهخوار شو. من به تو موز میدم بخوری شاید از این خوناشامی دست بکشی. موز بگی که بعدم بهش فکر هم رکورد بیمزه ترین جمله امروز
به شایعه ها گوش نده، خوناشامی رو ول کن، بیا مرد باش. زحمت اونو میکشی همین. پرستو برو. از اونجایی که تو خوناشامی نیاز داری که شبا جنازه ها رو جابجا کنی، ببری تو مقر خودت، اونجا بتونی خوناشونو بخوری. فقط ساعت 9 به بعد نشه. خب ببین شبا که میخوای جنازه ها رو ببری و اون استخونایی که داد امیرگاز بزنی، من میخوام بهت یه فرقون بدم که اینا رو بریزی تو فرقون، اگه احیانا یه جا پنچر کردی یه تلمبه هم میدم فرقون رو باید بزنی. یه جنازه مرگبار. خب بر آخرین نفر شما هستی. بله من یه آینده براق بهت میدم، بلکه یه ذره زندگیت عوض. گفتم دعانویس سالار، تو به من گفتی که نه، ولی من گفتم این دعانویس. فرقون تلمبه رو ببین اینجا. من دوست دختر داشتم 2 سال پیش رفت، بر نمیگرده. یه دقیقه بایستا. چرا تا 2 بعد دیگه. خب میگه تا 2 ببین، بعد دیگه. بهترین جواب خانم امیدی و خانم پرستو بودن. ربط داشت، مثلا به موضوع ربط داشت. بذار 10-20 انتخاب کنم که قول کشی کنیم اینجوری مثلا. خانم پرستو شد دیگه. شب جنازه. کارتتون رو لطفاً. شب جنازه. خیلی سالار. شما کشتیگیری خانم امیدی. عرضم به حضور شما، من بعد از یک کشتی جانانه‌ای که گرفتی یه چی بهت میدم که خستگی رو از تنت بیرون کنه. خستگی رو بهم دادی؟ هدیه دادی؟ نه خسته اون خسته تر از خسته ای. یه چی بهت میدم خسته ای. میگه اون چی بود در بعد از خستگی یک بود. کشتی جانانه خیلی خسته ای، یه پتو بهت میدم که راحت بتونی استراحت کنی. مرسی. خب خانم امیدی کشتیگی، شیر مادر نان پدر حلالت باشه. شما کشتیگیر قهاری هستیم ولی ممکنه 3-4 بار فیتیل پیچ بشی و منجر به مرگ بشه. شما یه ملافه سفید میخوای، دور از جونه. تو که منو کشتی دیگه، اصلا کارت بعدی تو رو نه میخوام بدونم کشتی پیش میاد بچه‌ها این اینجا گوشه کسته چیز نشده، توپ مانع عبور این توپ شد. قهرمان نبود. 2-3 تا من احساس کردم خستگی چون بهت داد شما 100 فیتیل پیچ شدی. ملافه سفید بهت میده چجوری حمل و نقلت کنن دور از جون؟ با تابوت. ببخشید با تابوت خجالت شد. خجالت از تابوت بیارم دور از جونت ها. عمرم من ببرم. بفهمه موزه تو که کشتیش که عالی بود. یه کشتیگیر گوشاش همیشه میشکنه، اگه نشکست تناب به من بشکن. با تناب میشکنه؟ سوسماز نداشت؟ خیلی عمق داشت. از اون جایی که یک کشتیگیر، من چون کشتیگیرها همشون با صفان، من اون صفا رو دوباره برمیگردونم. بعد همشون هم که عضلانی هم، دوباره من عضله بهت هدیه میدم. ببینید وقتی شما یه دونه فیلم نگاه میکنین، نقش اصلی همیشه جایگزین شماست، یعنی خودتو تو جایگاه اون میبینی و با اون ارتباط میگیری. مرتضی بهتر میفهمه، فیلم زیاد نگاه میکنه. من هر موقع فیلمو یعنی بازی‌های المپیکو نگاه میکردم دوست داشتم جای اون قهرمانی باشم که وقتی مدال میگیرم، اینو جدی دارم میگم، بازی نمیگم، دوست داشتم گریه کنم و با اون اشک ریختن، اینو واقعا جدی میگم، مو به تنم سیخ شد، نشون بدم که چقدر زحمت کشیدم که قهرمان شدم و خیلی حال میده. بعد کلی لات بازی که قدرت نمایی داری میکنی، بعد که پیروز میشی گریه میکنی دیگه، پنچر میشی. من دوست دارم یه بازی المپیک بهت بدم که بری توش بازی کنی و وقتی قهرمان شدی اشک بریزی و کل دوربینا تصویر اون گریه کردن قهرمانی تو نشون بدن تو دنیا. گریهش گرفت. خیلی قشنگ گفتی. تو یک کشتیگیری، موقع کشتی گرفتن ممکنه هر جایی از صورتت ضربه بخوره و خون بیاد. اون موقع اصلا خجالت نکش و جیغ بزن. مثلا فکر کن اصلا یزدانی جیغ بزنی. جلو تیلور جیغ بزنی. از اونجایی که تو کشتیگیری و ممکنه تو بازی‌ها بالاخره برد و باخت داره،
اگه وقت باختی بهت یه دونه کلاه میدم مساوی هم این میشه خانم. که این باختت واسه دردناک نباشه. چرا؟ کاراته نیست کشتیه. خب چه ربطی نه داره؟ شاید مساوی هم بشه. ببین چون تو کشتی ضربه و جنب و جوش زیاده آدم حالش بد میشه، چون خیلی سطح آدرنالین آدم میره بالا، حال آدم بد میشه، باید بره خودش رو تخلیه کنه. من یه آروغ مرگیبار هدیه میدم، بعد کشتی حتما این آروغ مرگیبار رو تجربه کنید که اون نفخ بدنم میاد بیرون. وسط بازی من یه آبلی خورده. بفرمایید خانم. شما سر زمین میگن؟ بله. سر اون تشک. اون دوشک بازی بله. سر دوشک که میخوای با این شاگرد توی تشکه. حالا هر سر دوشک چه فرق میکنه؟ یه سوت پورتو داشته باش که از این هر باید اونو داشته باشه. خانم شما وقتی کشتی میگیری اعتماد به نفست بالا دیگه، بردی بازی رو. باید بیای جلو آینه تا بدن آهن رباتو ببینی. بدن آهنین مگه نه؟ آهنین بود. بدن آهنین. یخچال 24 دست قبل که یاد. بله. خودی آدم مرگبار رو نگاه. من میگم آقای تعریف تبریزی از اینا. همه قشنگ‌تر گفت. آفرین آقای تبریزی. افتخاره. اصلا خودم رو تصور کردم. دیگه آدم میفهمه، ببین به حق میگه. نه واقعا میشه من اینو کارتتون باید انتخاب کشی می‌کرد. بله واقعا این سری دیگه دین نداره. اینو واقعا رو من باید برنده انتخاب شدم. می‌کرد. با امیر شروع میکنیم انشالله بتونیم امیرم رأیشو بزنیم کارتشو ازش بگیریم. بفهمید. خب امیر جون ببین این مرد که میخواد بره خواستگاری توجه کن چی میگم. این مرد اصلا به استایل و اینا نیستش. من میخوام به خاطر اینکه به خودت، به فیست، به وجناتت نه اون نگاه کن میگم وجنات داری خرم می‌کنی. نه آقا میخوام جواب مثبت بگیری، میخوام اعتماد به نفس رو صفر کنم. یه دونه جوراب سوراخ بهت میدم. قیافه گوش هم بده. می‌خوره دیگه. نه داداش ولی تو خجالت نکش. برای انتخاب پارتنرت اول طمع نکن. پارتی نمیخواد بره ازدواج پارتنر پارتنر نشید چی بود؟ و اینکه امیدوارم زندگی با عشقی داشته باشی. یه سریال بود عشق و طمع جم تیوی نشون. ببینید بچه‌ها حالا دور از شوخی زندگی مثل یه فیلم میمونه که آدم بابا این خانواده گریه ما رو در آورد. که آره شاید شماها زیاد چیز نباشه مرزا بیشتر در جریانه. نه سالار چون این داستان خواستگاری یه دیوونگی عشقی دیوونه چه داند سوت پورتوفرا. ببین من آرزو میکنم اون موقعی که داری میری خواستگاری اون دختر بنجله هممون دستمال دستمون بگیریم بیایم دورت برقصیم. یالا بریم انشالله. من همیشه دوست دارم رفیقامو تو لباس دومادی و خواهرامو تو لباس عروسی ببینم. و اینکه دوست دارم موقعی که رفتی خواستگاری دختر سکوت کنه، سکوتش هم از علامت رضا باشه. و خدا میده برگه چی؟ علامت رضا. من یه سکوت از علامت رضای دختر خانوم واسط میخوام و یه لباس سفید میخوام به جفتتون بدم که انشالله با لباس سفید برین خونه بخت و با لباس سفیدم از دنیا برین. خوشابه مشی بپوشد به فلانی تجربه ندارم. من اونجا که 3-4 تا زنگ گرفتم یه پنجره بهت میدم واسه اینکه هر شب کنارش باید وایسی سیگار بکشی با یه قفس هم بزنم برای جهنمی که واسه خودت ساختی. بفهمید. من یه قایق میدم بهت ایشالله وقتی ازدواج کردی باش بری ماهستان اونجا بوق بزنی. قایق بوق نداره. با قایق بری بوق بزنی. قایق بوقی الان خیلی گرونه. امیر من تو شغلت میدونم چیه، راننده تریلیه، میدونم تایپ چیه دیگه. راننده تریلیه دیگه چه جوری دوست دارن که تایپ ظاهری مورد علاقه. من میخوام یه زن چرب واسط بگیرم، یعنی چرب؟ زن پرچرب. پرچرب چربیدار. بذار اینجا برو زن چرب. دست بهش بزنی ریز بخوره. زن پرچرب پیکر مناسب راننده تریلیه. بفهمید خانم.
اول یه آدامس میدم که خواستی بری با عروس صحبت کنی دهنت دهنت پول خوش باشه. یه دونم تور میدم که اونجا بری دیگه بله رو از عروس بگیری. اگه دهنش خوش اون نیاز نیست خود اگه دهنش خوب بده خود عروس میگه حوصله‌ات سر رفته باشه بریم این مسواک بزنیم. سالار جان بفرمایید. من وقتی میری خواستگاری خب واسه اینکه دل بابای عروس رو ببری نیازه که چیکارش کنی؟ یه بوس خنده‌دارش کنی تا بله رو بگیری. به افتخار بابای عروس. چرا دسته میزنی؟ ببخشید اما خیلی اسراری ها کلید اسراری بوسه خنده‌دار چه مدلی اون هنوز مونده. من میدونم. من فعلا بین 3 نفر جوابای قشنگی شنیدم، اینا رو در ذهنم دارم تا ببینم خانم آموزی چی میگه. واقعا چیز خواستگاری گرفت. حاجی دکمه قرمز افتاده دست کی؟ روزی ما افتاد دست قوزی جونه تو. ببرید. از اونجایی که خواستگاری شب خیلی مهمیه باید چی داشته باشی؟ پول. انرژی. نه من یه کارت انرژی بهت میدم. بعد وقتی میخوای بری بله رو بگیری و اینا چی نیاز داری؟ باید شاد باشی دیگه. خوشی و شادی و خوشحالی. یه کارت شادی هم بهت میدم که بری و بله رو بگیری و بیاری. یه دوماد بیپول احمد شادی. خب دیدی برای اینا همه ظاهر قضیه بود ولی من باطن قضیه رو وسط آوردم. من کل مطلب رو بهش گفتم. ببین من مهمترین من شما هم قشنگ بود. بین 3 نفر یه 10-20 میکنم. یعنی اصلا واسه من تو گزینه‌ها نمیشه خودمون بول بخوریم. خنده‌دار بود برای آقا مهدی. همین که مثلا گفتش که زن بنجل تو. آره زن بنجل باحال گفت دیگه. یه بنجل با یه دستمال بهت میدم باحال بود. بعد مال پریام باحال بود که سیگار و جهنم و پنجره. آره مال حامد داداش هم قشنگ بود. زن چرب هم اصلا سه تا اینا شما حالا با چی جوراب سوراخ حالا 4 تا یعنی شادی و انرژی نمیخواد. 4 تا به نحوه خودم میشمارم. به نحوه 10 20 15 1060 16 هر کی بگه 16 نیست 17 18 19 20 من بودم. کدوم انتقاد؟ پریا. آقا به افتخار پریا. تا کی جمله قشنگ بگم. و کارت بنده میلیونر. خیلی میشه به سخت به یه آدم میلیونر وسیله فروخت. ببینم میتونید به من بفروشید یا نه. بفهم. اونجایی که پول خیلی زیاد خیلی حال میده یه صندوقچه خیلی لذت بخش برات میخوام. مثلا گوشام پره بعدی. اینقدر دارم که به صندوقچه و لذت بخشش فکر نمی‌کنم. خب صندوقچه های شما لذت بخششون میلیونری. ما بیت خریدیم، بیت کوین خریدیم. بفهم. آدم میلیونر خب این مال سال 57 8 الان میلیونر نهایتا بتونه یه 207 داشته باشه میلیونر حساب میشه دیگه. درسته؟ من بهتون عتیقه میدم که بشی انشالله میلیاردر که زبان تو قوی کنی هر چه سریعتر ایران رو ترک کنی. من که زبانم خوبه داشت شما بری اون بر تفریح کنی برگردی یا جای دور نری چون فرار مغزها میشی بمونی. ببین میلیونر اگه تو بخوای یه میلیونر خوب باشی باید جیبت پر پول باشه. این که یه چیز مشخصی. درسته؟ درست. و بعد پولم که خب همه اینو میدونم پول تا یه حدیه. وقتی به یه عدد خیلی بالاتری میرسی دنبال قدرتی و دوست دارم که تاج پادشاهی و قدرتمندی همیشه رو سرت باشه. زمان هخامنشی و جیبت پر از پول باشه. رفیق خوب من تو پول داشته باشی تاج رو سر تو باشه. دیگه ادامه نده ببر اون کارت. این پولا رو دادم که بشی میلیونر واقعی. تاجم بذار رو سرت که برازندت. بچه‌ها شاه مقصود برگشت. سلام رفقا. بفرمایید. شما یه میلیونری تفریحاتی که توی آب باشه رو زیاد میری. من بهت یه چتر میدم که نیفتی تو. به خدا با اون میلیونری شما یه میلیونری که تفریحات آبی زیاد میری من بهت چتر میدم که نیفتی تو آب. تجربه کردم فهمیدی؟ خداش شما میلیونر نشید چون پول قشنگ خراب میکنن. مهدی ننمجانی من پول ندارم حسابم زیاد پول دار بودم. خیلی آدم فاسدی. بفهم. خب از اونجایی که شما میلیونری من بهت پیشنهاد میکنم یه کیف پشمالوی
لویی ویتون بخری. یا میز میری یا کیف پشمالو میری بعدی چیه؟ خب آقا میلیونر بودن به داشتن نیست، به خرج کردنه. تو باید دست 4 تا نیازمندم بگیری، یعنی به 4 تا نیازمند نون بدی. چه شعری هم میخوام واسط بخونم که میگه گر به دولت برسی مست نگردی مردی، گر به ذلت برسی پس نگردی مردی. یادم چقدر قشنگ. همه عالم بازیچه دست هوسن، گر تو بازیچه نگردی مردی. من احساس کردم شما پول زیادی مقدار مغرورت کرده. 100%. بله. یه شنل مرگبار بهت میدم که راحت شم، همه از دست پولاتم به حساب بقیه. یعنی بمیرم پولام آره آره. اونو بردار نمیخواد. همینطوری اصرار کنم. مرسی. جانم سالار جان. میگم که مرتضی تو آدم میلیونری، اما جام که آقا مهدی بهت عتیقه داری. آره داری. میلیاردر شدم. باشه. ببین اون جایی که تو میلیونر شدی میلیونر. بله آقا ادامه. چرا رو حرف میزنی؟ خب پولات زیاده، بده پیشنهاد کاری میدم، یه کارخونه دستکش بزنی، خب بعد یه توفم بهت میدم این پولاتو بگیری بشوری. خیلی تاثیر. یعنی یه نفر وایسه اینجا این هی بگه این انگشتشو بگیر اینجا نفر میتونی 23 میلیون. نه دیگه کارخونه دستکشو بزنه اینقدر پولاش بیشتر شه بعد یه توف بزنی دستش. ولی اگه تو به اون حد از پول برسی میتونی یکی استخدام کنی بغل کارخونه اینجوری به وایسه. تو ربطی نداره، این دوست داره خودش بشه، دوست داره پولاشو کسی ازش اگه نبره. اجازه بدی سالار جان. خب مرتضی تو میلیونری. بله آقا مهدی به چی داد؟ عتیقه داد. درسته. تو واسه اینکه بری اون عتیقه رو دراری میلیاردر بشی چی میخواد؟ نسخه ندادم خود عتیقه رو دادم. کلا واسه اینو کلنگ نده بهش. میدونم اونا رو از کجا در آورده. از کجا حلال؟ الان واسه اینکه 2 برابرش رو در بیاری اشتباه یه بیل بهت میدم که بری تو غار ادامهش رو پیدا کنی و دست همه ما رو هم بگیری دیگه. چی شد؟ دست گرفتن شده ولی یه میلیونه آقا کجا پول بزنه؟ برید عتیقه رو پیدا کنید. امیر جان بفرمایید. امیر جان میلیونر یه 200 از اونجایی که تو یه آدم میلیونر هستی احساس کردم میخواد یه آدم بی‌شرفی هست. من میدونی برات چی میخوام؟ آرزو باشه. نه دوست دارم فقط سوت پورتوف بده. خوابو واقعا خوب گفتی. 100% مال تو رو انتخاب کن. خواب و باد. بخوابی ببادی. از اون جایی که مرتضی عاشق فلافله چون آبادانیه باده برای اونه. مرتضی خوابمو تنظیم باد کنیم. درست میگه. خواب و باد دیگه تون بخوابی و فقط ببادی. بخوابی. خیلی باحال بود. آقا من اینم فکر کردم شعر بیل و گفتم غار مثلا. چی؟ نه خب بریم واسه انتخاب مرتضی فکر کن رو صندوقچه لذت بخش، عتیقه زبان، پول و تاج داداش، چتر و آب کسا عالی، کیف پشمالو، من دیگه مثل خواب و باد پیدا نان و نمی‌کنم. شنل همه هم مال اون یکی دیس بود. توف و دستکش آرو بیجا. یه بار یه شعر رو بردادش میکنه. یه بار میگه گر به دولت برسی پس نگردی مردی، گر به ذلت برسی مست اشتباه. یه بار دیگه قول نکن چیزی نیست. وایسا اینو 30 بار حاجی معلم گفت بنویسش، آخرام نتونستم حفظ کنم. از کبرا چند بار نوشت. بگو ببینیم لیاقتشو داری برگرد بده، ما خودمون راضیم برگرد میگه بده. گر به دولت برسی مست نگردی مردی، گر به ذلت برسی پس نگردی مردی، همه عالم بازیچه دست هوسن، گر تو بازیچه نگردی مردی. صدای قشنگی بود. واقعا بهش میرسه. حاجی بذار یه فردوسی اینجا ندارم. تقلب کردی؟ نه وایس. حلالت باشه. دیدی یه شب دستم خالی شد. خب میریم مائده خانوم کارتش گداه و از آقا مهدی بازی شروع میشه ساعت کرد. بریم آقا. بله. بفرم. از اونجایی که معمولا تو آسفالت میشینی دیگه گدایی میکنی. اول باید ازش میپرسی کجا میشینه گدایی میکنی؟ کجا میشینی؟ گدایی میکنی. تجریش. من یه تشش میدم بندازی زیره. تو خیابون بیابون گدایی میکنی؟ شغل شماست من نمیدونم. من یه تشک بهتون میفروشم همینجوری میدم بهتون. یه جدا بفروختن نمید اون همینجوری بهتون میدم.
که فوری به این تبهکاریتون ادامه بدید. سر مردم کلا میذاری نشستی. آیفون داری گدایی میکنی؟ از نظر من کسی که نیازمنده هیچ موقع دست یعنی جلوی کسی دراز نمیکنه. اینو واقعا میدونم، خیلی ها رو میشناسم که واقعا محتاج نون شبشونن ولی خب دست جلوی کسی دراز نمیکنن. گدایی به نظرم کار قشنگی نیست. اگه تن سالمی داری برو کار کن. من به شما پول میدم که از این وضعیت بیای بیرون. امیدوارم که هیچ موقع واقعا نیاز داشت. کار قشنگی نیست. ولی خب مایده خانم، من احساس میکنم که ما در یک جهان دیگری چشم به جهان میگشاییم و از این وضعیت که هستیم بهتر زندگی خواهیم کرد بر اساس کارهای خوب و بدمون. روز قیامت میرسه. اگه پولدار شدی انتقام بگیر از کسایی که بهت نارفیقی نامردی کردن تو این دنیا. کجا نازل شد بهت؟ انشاء معلومه خوب کنه. گدای دیگه فلسفیش چیه؟ چرا منو میگوید آقا ایشون شنونده بود من گوینده بفرمایید. اصلا گدا ارزش اینو داشت 10 دقیقه صحبت برو آقا. من یه تلمبه بهت میدم وا که دیگه به گداه پولاشو باد کن. آقا بره دوچرخه باد بزن. به گدایی نیفتی. همون جایی که نشستی گدایی میکنی تلمبه‌تو ببر دوچرخه باد بزن. واقعا گدا کنه بهتر تلمبه بزنه. دوچرخه اومدیم و دوچرخه رد نشدم اونجا. یه شلاقم بهت میدم اگه کسی واسه این موضوع اعتراضی کرد بزنش. بریز دونه. کار عالی بود. حبس تو گرفت. این همین برگار چیزی گفت خودش هم بعداً میفهم. بفرمایید شما. اونجایی که گدایی بهت یه دونه بطری میدن بشکونی پشمالو تاشو باشه. برداری نه تهشو به عنوان ذره‌بین استفاده کنی تو زباله بگردیش عجز جالب دیگه. گداه. چقدر گدا کاوشگر که نیست. نه ببین بچه‌ها بهت یه بطری میده که بشکنی آتش به عنوان ذره‌بین استفاده کنی تو زباله بگردی. اون آخرش هیچ کی نفهمید. میکروفون هم صداش داشت گفت بگرد دنبال چیزی که بهش احتیاج داری. اون ندیدی گدا میاد زباله میگردن. آره ما اونجا آقا چیز زیبا ولی ذره‌بین دیگه نمیخواد. بفرمایید امین جان. خانم زوم کنین روش. این دانشجو هم هستن تازه. دانشجو هم. رشته پزشکی هم میخونن. من دوست دارم با کاری که بچه‌ها بهتون یاد دادن شما آدم موفق بشی و سوختن از آتیش میاد دیگه. نمیدونم. و انقدری موفق بشی که یخ بریزی اونجایی که بقیه آتیش گرفتن. نهایتش بتونه با این آرزویی که کردید 4 تاشو عوض کنه. شاید شد. این تشک منو ببره بندازه یه قدم میه دیگه. آقا من یه لباس زیر پشمالو بهت میدم تو سرما یخ نزنی. به کاره این به کاره آره این به دیگه کار. کاری که از دست این اوکی. زمستون هم کار میکنن شما؟ هر روز هستیم. هر روز هستن. بفرمایید آقا سالار. ساعتاش برام میگه در این ایل غریب گر پدری مرد تفنگ پدری هست هنوز. توی گهواره چوبی دختری هست هنوز. من بهت یه آینه میدم خب که تو آینه خودتو ببینی. شعری چه رفتی به آینه؟ خب نمیذاره من بگم. چرا منو میکوبی؟ نه من پیش فعالیت دارم. یه آینه بهتون میدم که همیشه خودتون رو ببینید. وقتی مثلا بهتون یه چیزی من یه پنیر بهتون دادم فکر کنید 2 تا پنیر بهتون یعنی واقعا ته شد دیگه. بده بیاد آقا جون. یه آینه میدم خودتو ببینی وقتی پنیر 2 تا. فرمایید جان شما. شعرم نمره بده. شما من بهت یه دونه فرش میدم که ببری تو خونه بندازی تو زیر شش دادم بچه‌هات. خونه نداره که از کجا نوشته گدایی نداره؟ گداها واقعا سرمایه دارم. بعدش آیفون داره من دیدم. فرش دست بافته. با یه گدا مصاحبه کرده بودم روزی 20 تومن درآمد. از اونجایی که شنیده بودم لوله‌های خونتون خراب شده بود نمیدونم که بچه‌ها میرن همون یخ نزنن. مرسی سیسی. گدا مجرد سیسی. میگه گدا مجرد. زمانی که دست جمعی شیشه زدی. همین جان بفرمایید. من مجرده نمیتونم بچه. این نبود فتاده پاییزه نه. شب شعر. گر دست فتاده ای. بگیری مردی. یا علی.
حافظ تو این هوای سرد زمستونی یه کلاه یه دستکش بابا داریم از گرما میپذیم الان داداش هوا گرم هوا گرم آقا شعر که قشنگ بود اینو انتخاب کن. ببر آقا مرتضی ای گدا برو ای گدای مسکین نه ای گدا ببخشید صبر داشته باش توجه کن پایان شب سیاه بهشت است نه حالا باید بهشت برای گدا یعنی هر روز ممکنه سال بعد از فرش بیای بهش مگر اینکه بمیره اون بهشتی که تو گفتی بمیره گدایی بهتره بمیره. بفرمایید تمام دستتون رو بردارین لطفا تصویر بگیره این کلمات گدایی پرو نیستی که نه تو خونه ما. از بین این 10 تا کلمه کدوم انتخاب میکنین؟ خب من 2 تا انتخاب داشتم، یکی همین برای شما، یکی هم برای آقای حامد. اینا ما هم اصلا امکان نداره. این چی بود تو گفتی مرتضی؟ سب داشته باش. شعرش هم اشتباه خوندم. آره نه واقعا بعد از روز سختی واقعا من جمله من شعر منو مال شعر منو حافظ گفته بود. من می‌خواستم موفق شیم اونا رو بسوزونی. در 24 می‌کنیم دیگه. بس همتون. نه دقیقاً 26 حس کن. 60 70 80 90 100. اونم جاویده وطن صبح بیده سخن. زمانی که بازی میرسه به 10 20 40 من نمیتونم. شما سر تایم نمره میگیری یا واسه هر کی 13 صحبت من اومدم فلسفه رو وای کردم. من فلسفه رو بستم منطق. آقا من چیه کارت؟ یه لبریتی از خودم بالاتر. من 2 لبریتی ام. 3 لبریتی در من. در مورد سلبریتی صحبت کنیم. آرزوی قلبیم این بود که دیده بشم و از دیده شدن خیلی خوشم میومد. چیکار کنیم؟ و هر انسانی ذاتاً دوست داره که شناخته بشه و معروف باشه. امکان نداره یکی بیاد بگه آقا من دوست ندارم کسی منو بشناسه. و واقعیت امر همینه، انسان جاه طلب و زیاده خواه. انسان آقا مهدی سلبریتی، الان شما یه آدم سلبریتی هستی، امید بر این است الهی آمینش شما بگید. من مثل بقیه نیستم لفظ قلم صحبت کنم. آقا قراره بهترین صحبت برای چی بگم پاچت بهترین حرف انتخاب میکنم. شما هم انتخاب نکنید مردم کامنت میذارن آخ دستتون رو میبوسم. امیدوارم که سلبریتی هستی یه فیلم خفن بازی کنی، چیزی که دوست داری، لایقشی، نقش اولش بازی کنی. یه لحظه ببخش اینجا رو بگیریم. همون دانشجو دکترامون. امیدوارم یه فیلم خفن بازی کنی و داداشت به عنوان نوکر و خادمت تو بلیت فروشی بشینم، همه بلیتاتو بفروشم، سودال میگن آره، کل بلیتا فروش بره. سولدال. اون گودال بود. اگه اجازه بدین دکور خراب میشه من از کات خارج میشم به خاطر این سوتی که دادم، آخر سر بهتون ملحق بشم. سودال از گودال. بچه‌ها گفتن نرو باش بریم. کی گفت نرو؟ گفتم آقا بلیتاتو داداشت بفروشه، بهترین فیلم تو های سلبریتی بفهم. حداقل میرفتیم سینما، میدونی که من چقدر به سینما علاقه دارم. میخوابی از اول تا آخر. بریم آقا. خب آقا مهدی شما لباس صورتی برات خیلی زشته به عنوان سلبریتی. من یه لباس راه بهت میدم. یه دست عذرخواهی میکنم. تاکید میکنم این رنگش چیه؟ نارنجی. اون گلبهیه. آفرین این کالباسی این گلبهیه بچه‌ها. کارتتو گفتم. کارتو گفتم. بله. لباس صورتی. من زایه شدم. زایم شدم. خواهش نمی‌کنم بچه‌ها. من لباس راه بهت میدم که اون صورتیه رو عوض کنی. یه علنگو هم میدم اگه نخواستی عوض کنی، علنگو رو با اون صورتیه بندازی. راههای بود. من بودم بفرمایید. اونجایی که شما سلبریتین من بهتون یه حلقه میدم که بندازین تو انگشتتون که حاشیه واسهتون درست نشه. باشه تو بیوم هشت قلب میزنه. نه دیگه حالا. مگه میخره آقا مهدی؟ خب آقا مهدی مهمترین چیز واسه یه آدم سلبریتی آبروشه. دیدی بعضی وقتا خونه یکی دعوت میشه آدم مجبور میشه بره سرویس ولی سیفون خرابه. آدم گیر میکنه اونجا. اگه یه روز توی توالت گیر کردین یا سیفون خراب بود من یه عصابتون میدم که اون سندر خورد کنی. چیه رو خورد کنی؟ سندر رو خورد زمانی که
فکر امین ما- کلا تو توالت ما یه جا رفته بودیم تبلیغات هر کاری میکنی نمیره. مرتضی تو هم فکر کنم بودی چیز می‌خواستیم یه آرایشگری رو تبلیغ کنیم توی جلفای تهران فرنوش هم بود. با فرنوش من و آقا حامد و مرتضی و فرنوش رفته بودیم 4 تایی. من رفتم گفتم آقا سرویستون کجاست؟ سرویس همین مشکل رو داشت. من وایساده بودم دنبال چوب بودم آقا میزنم این حالا تو همینجا چه بسته دور خودش میچرخه بعد این چشم‌ها رو نگاه میکنه. من در واقع اینو چی گفت وای فکر نمی‌کنم آمد شما تو دستش بده هی میچرخه من اینجوری هم نمیرم. بعد اومدم پایین گفتم آقا کی قبل من رفته بود دستشویی؟ من این 3 ساعته دارم اون دکمه رو میزنم بره نمیره. بفهم. خب من به شما یه زیر شلواری میدم که آخر وقت میان خونه راحت باشین دارم تو خونه و توپ بازی کن. باز از سوت پورتو خیلی بچه‌ها آقا بهتره. مهدی الان همسن من بودن اگه زنگ گرفته و توپ بازی کنن. بفهم سن یه عدده چه ربطی داره؟ بگو. من یه چی میخوام بگم سوسماسی ها. میگن تو ایران دیده میخوای بشی چه فوتبالیست چه بازیگر چه هر هنرمندی اگه بخواد یه جای بازی کنه باید وصل باشه. اینو قبول دارید دیگه؟ یعنی باید پارتی داشته باشه. من میگم یکم از استعدادها از هنرها استفاده کنید و اینقدر بازی تو کارتون نباشه. یا کرم دست باید میزدیم چیز بود؟ چی بود الان بازی و وصله و در آخر سلبریتی ببخشید وصل بازی. نه راجب این الان بابا ما فهمیدیم اون وصله جمله بود. سنگی گفتم میگه تو ایران بخوای بازی کنی باید وصل باشی. تو پرت آقا مهدی سلبریتی باید بین مردم محبوب باشه دیگه. باید چجوری باشه؟ با صفا، با حال، مشتی، مثل خودتون. من یه دونه با صفا میدم بهتون. ببین مثل خودتون جواب نمیده. بابا یه با معرفتم داشت برمیداشت تو این بابا یه فوت میذارم جا. این کارت آقا مهدی نداره توش بذارید. دیگه باید سلبریتی با صفا باشه دیگه. بعد دیگه چی به کار سلبریتی میاد؟ مهمترین چیز چیه؟ دوربین. دوربین یه دوربینم میدم که دیگه مرسی قشنگ که بتونید چیزو به فیلم و شقیقه ربط عکساتون. میدی مرسی آها اینا رب نداشت اون یکی ها رب داشت بدونید به سلبریتی بفهمید جناب وصله آقا بازی. مهدی، شما چون یه سلبریتی هستی بعضی وقتا نیاز به آرامش داری. شما نیاز داری بری به یه کوهی جایی یه جایی که هیچ کسی نباشه از ته دلت جیغ بزنی که یکم خالی شی. بگی خدایا محشر واقعا مرض بفرمایید از اون جایی که الان آدما با آدما نمیتونن ارتباط بگیرن همه سنگدل شدیم نه کرونا همه سنگدل شدیم کسی نمیتونه با کسی رخ بشه مخصوصا اگه سلبریتی باشه اول شما یه ربات میدونم که بتونی راحت حرفای دلتو بهش بزنی چت جی پی تی دوم کلید قلب دادم بهت گم نکنی نه این کلید دقیقاً این چیزو چون به نوبت شدیده منو بود. خیلیاتون به مسخره گرفتین. تو مونده هنوز آقا مائده مهدی مونده. خود مسخره ترین آقا چیز مهدی اون مائده اصلا مونده خوبه. مائده مونده آقا بذار مائده مونده خوردش میشه کرد. بفرمایید خواهران داده بالا خوندن الان سکوت بیاد میده. از اونجایی که شما سلبریتی یا صورتی هستی من باید یه عروسک قلقلی میدم که از سر کار اومدی باش بازی کنی. قلقلی چیه پس؟ عروسک قلقلی از اونجاش هیچی مسخره دیگه بازی در نمی‌زنی. آوردی اونجوری به خدا. آقا مهدی اون اسوار فکر کردم کلی. این آرزوی حامد قشنگ بود. پارتی بازی شما که اینجا مسخره کرده بودی. انگشتر ایده خوبی بود اصلا کسی مزاحمت نشه حاشیه درست کنه با آقا ما حاشیه همه میدونن زندگی ما رو همه میدونن دیگه سیاسی برخورد نکنه زل میزنی همه قبلا هم سپاهی میاد بالا یه مبارکه. این اسو توالت حفظ آبروه ها. چی بود گذاشتی خانم شما؟ چی بود یادم نیست. زیر شلوار تو اینم خوبه اینو چیز نمی‌کنم. چیز گشنج بود. نبندی ها. این اصلا نگاه نکردم. من چون علاقه‌ای به واقعا داداشم میدونه
فیلم و سریال رو نمیدونم فضای مجازی واقعا ندارم. بابا الان تو سلبریتی داشته اون واقعیت تو نگو. نه دیگه خب من اینو میگم گاندبازی نیست که اگه نیازو بخوای بدی من این تو سلبریتی بودنم این مشکل برام پیش اومده. قشنگ مثل قنچه آقا به همین به افتخار همین که عصا رو داد بهش تا تو توالت گیر نکنه مرسی. من کلی خندیدم یاد تو سلبریتی هم نمیشی دیگه. عصا برداشت که بره پیپی خورد اون کنه. با صفای منو بدید. پس عصا رو بدم یکی دیگه بیاد پیپی خورد کنه. الان نوبت منه دیگه. خب نبا میکنم. خب کارت آخر کارت منه، پیک موتوری بچه‌ها. و اینکه منتظر کامنت های قشنگتون هستم. از پریا شروع میشه، بفرمایید. من اینجا تو این بازی نون و آبو بهت میدم، شما دیگه نرو کار کن. باید کار کنه که اونو داره. من مرغ عشق فقط نون آب یه کالباسی دو پر سوسیسی. خب از اونجایی که شما پیک موتورین من بهتون یه آینه میدم که بذارین روی موتورتون رانندگی کنین. با یه موتور پشمان. دقیقاً یه دونه پتو پشمالو هم میدم تو زمستون سردتون نشه. آینه رو کجا گذاشتین؟ میخوام بهت یه اساره بدم. اساره‌ای که چون پشت موتوری خیلی سخته دیگه، نون در نمیاد پشت موتور که. یه اساره میخوام بدم که همه جا به سرعت برسی. اسمش اساره فوریه. چون مثلا دیدی با تأخیر میرسی به یه جایی. بگو بریز یه اساره فوری بدم. این اساره رو بخوری فوری به هر مقصدی که دوست داری میرسی. بدون تأخیر. پیتزا 1-2 دست مشتری. پیتزا سردم نمیشه. خب من یه بدن ورزیده همراه با خالکوبی میدم که حداقل رو موتور یه ذره جذاب به نظر میاد. بیا سرتو بزن رو بدن من. خب ببین کار کردن که عیب نیست. همه بچه‌های پیک موتوری هم اولا. بعد اینکه دست میزنیم به آره. اینی که تو میگی کامنت خوب میگیری یا میدونم بذار خودشیرین بازی در دل عامل رو نمیتونی به دست بیاری. نه در آوردی به دست آوردی بعد تموم شد. بعد این روزا همه چی پوله دیگه. حالا دور از جون خانوما معمولا پول رو انتخاب میکنن. من میگم زن نگیر، به عشقت ادامه بده، کار کن واسه خودت بجن. کاش آخرش یوست نگاه میکنید حال میشه. بده ببین یه کاریش بکن. اون جمله میخواستم به خدا نشد. چی گفتی؟ بده یه بار دیگه بگم. جمله اوله رو مد نظر بگو. از گوگل داری در میاری؟ من یه زیر شلواری بهتون میدم که راحت باشید میشید. قشنگ باد بخوره. زیر شلوار اصلیه بپوشید که باد نره. بعد یه صدای رسا میخوای دیگه، یه صدای بلند میخوای که حالات نمیخواد موتوری نمیخواد داد زن که یه دست اسخای مونه پیکی چه موتوری؟ موتور چه پیکی؟ الان من نیاز به شلوارک دارم تا زیر شلوار بپوشم. باد میره زمستون. کجا باد میره؟ زمستون نیستیم الان تو تابستونیم. بهاریم. زمستون دیگه استاپ کار میکنه. صدای بلندم بده ول کن. صدای بلند نمیدم، تنبک میدم بعدم بزنی. پیک موتوری رو میگه بذار کنار دم چهارراه وایسا. من 2 تا رقیب داشتم هر سری البته نداشتم ولی الان هیچ کی من به خوبی گفتم. بفهمید اون دستی که واسه پیک موتوری زدم من 2 تا گزینه دارم. اگر میشه هر 2 تاشو بگم شما یکیشو قبول کنید. بله خواهش می‌کنم. من هم میتونم یه لباس زیر بهت بدم. داد نرسه که جای کمربند دارم. آره بذار اونو بگم. یه گزینه است. بذار منم مثل بقیه باشم. میگه خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. من تاکسی بگی برو رسوا. یه عینک بهت میدم. که پشت موتور میشینی پشه چیزی فلانی. واقعا بکاره. خواهش می‌کنم. واقعا بکاره. و اینکه پشه‌بندم بده. یه کمربندم بهت میدم. چون عینکی که میخوای بزنی رو چشت دسته نداره. به قرآن شیشه هم بزنی همچین حرفایی رو نمیتونی بزنی. به خدا اگر کمربند رو ببندی به عینک. آره دیگه از پشت ببندی سگه کسته کنی بیرون. بس چون چیزی دیگه ندارم واسه بقیه‌اش بدم. چی افتاد پشه نره چی؟ برو آقا جون. خب
مگسای نور آه. زمانم که میدونی برو پیمون شده. یه متر گم دارم. من اول به شما یه چت میدم که اگه خدای نکرده تصادف کنی از این چیزا با داره. چت بیای پایین. ببخش موتور در آسمانه؟ چت نجات داشته باشه. باید فضا با گرفت اجازه نداره. اینو مهرآباد تازه زده این هواپیما رو بگو. نه پیک موتور یه پاراگلایدر میرم دیگه با مخ نیزم دیگه با چترت باز شه. حالا تو آبادان اینطوری چتر رو باز میشه حالا. بعدش هم اصلا موتور چیه؟ آدم به خدا راه زبونم یه راه بره بهتر از که با موتوری فرمان. آن راه بود گفت راه قشنگ بود دوست کجاش داشتم قشنگ بود؟ نه اینکه راه مثلا گفت که مثلا من از زبونم گرفت. از اونجایی که پیک موتوریا خیلی خطرناک رانندگی میکنن و واقعا گفته؟ جونشون در خطره من بهت یه بال میدم که زودتر بری بخورم یک کتفم نه، برم. بال پیتزا رو زودتر تحویل بده. دو تا کتفم کم بزن بال بغلش. کبابیه و یه کارت پر پول بده کارت پر پول بهم میدی با بال بله که زودتر زمانی که بری. مائده حال نداره بفرمایید ببین شما تو جایگاهی که الان هستی و موفق نمک نشناس بود. تو پیک موتوری پنجاش خوب بذار کنار. ما هفته قبلی سر فیلم برداری با مرتضی رفتیم سرویس. کارت نداره. باز چیزی گیر کرده بود؟ نه آقا نه به خدا ولی ولی یه آره من تعریف نمی‌کنم چه اتفاقاتی افتاد. پیک موتوری خب الان صدا دارم پیک موتوری میدم. صدا هندل سی جی 125 نه حالا صدا رو یه دسته اجازه مرتضی دیوار به دیوار من بود. الان میخوای اونو جلو دوربین بگی نه توضیح نمیدم که همین ما انقدر خندیدیم داخل سرویس که اومدیم بیرون اشک داشتیم میریختیم یعنی یه 10 دقیقه فکر کنم شما خیلی هم شاد بغلیه شدیم. من یه همچین شادی رو وسط میخوام آه. که اشکت در بیاد. آفرین. چرا تو پیک موتوری داره پیک موتوری انشالله دستشویی بگیره توی رستوران بزنه بغل چه شادیش. از این ور آب و نون آینه پشمالو اساره فوری ورزیده خالکوبی زن عشق من بودم زیر شلواری تنبک کمربند عینک راه چرخ واقعا میتونم بگم که دم همتون گرم مرسی که توی ویدیو تشریف داشتیم و چقدر باحال بود چقدر خنده‌دار بود. من خیلی دوست دارم عینک که بهم دادی رو با کمربندم ببندم و اینو میدم به امیر. دمت گرم. بچه‌ها یه شمارش بریم همینو خداحافظی کنیم. خسته نباشیم. ببین من الان 2 تا جلوم دارم 2 امتیاز دارم. مرتضی 2 امتیاز داره. من یه دونه داشتم تموم شد. آها اینا خونه شما یه دونه دارین 2 تا 2 تا 4 تا برنده ای نداشت بازی چون 3 نفر 4 نفر 2 تا دارن. خودشون بگن برنده کیه تو کامنت. آفرین خودتون توی کامنت ها بگین برنده کیه. ولی اونجا جایزه رو میدم. احساس میکنم بازی خفنیه. حتما کنار عزیزاتون بازی کنین. اسم بازی هم شیر مرغه. امیدوارم تا اینجای ویدیو بهتون خوش گذشته باشه لبخند رو لبتون اومده باشه. مرسی از تک تک بچه‌ها افتخار بهتون.